درود، طاهری سفر هستم با اخبار امروز چهارشنبه 28 میلیون در خدمت شما. در ابتدا نگاهی به عنوان چند خبر و گزارش. سیل در دهه اماندره پنجکن 10 نفر را بیخانه و در کرد. مقامات میگویند به آسیب دیدگان کمک میرسانند. یک جوان تاجیک بعد از سرگردانی و سپری کردن چندین روز در زندان دولت اسلامی از سوریه به تاجیکستان برگشت. من که با اونجا با نیت جنگ کردن یا یکم چی نرفتم. و چرا در ولایت غوری افغانستان برای به اصطلاح زیناکاری زن را سنگسار میکنند ولی مرد با شلاق خلاص میشود؟ چیزی که در اینجا متفاوت است که اینجا حاکمیت قانون قربانی ثبات و امنیت شده. تفصیل خبرها. مقامات تاجیکستان میگویند برای رفع عاقبت‌های فلاکت در دهه اماندره در ناحیه پنجکن چاره می‌اندیشند. سیل ویرانگر شام 26 میلیون 10 نفر را در اماندره بیخانه و در کرد و راه و کشتار زیادی مردم آسیب دیدند. فرزان محمدی این گزارش را از دوشنبه برای ما و شما فرستاد. سیل در دهه اماندره ناحیه پنجکن به 70 خانواده ضرر رسانده است. این رقم از طرف نماینده مقامات محلی شهر پنجکن و ستاد حالتهای فوق‌العاده در محل حادثه بیان شد. پلیس رئیس کمیسر رئیس شهر تکنیکای پرقدرت آمده برای برقرار نمودن راه و دیگر کارها سفربر شده فعالیت کردند. این سیل تخریبکار بعد باریدن باران پرشدت شام 26 ایون بعد دهه اماندره جماعت اماندره آمده است. در لحظه های اولی آمدن سیل 10 خانه زیر لای و گیل غلیظ مانده پهنای آن نصف دهه را فرا گرفته است. ضرر شده است. یعنی 6 هکتار زمین کارم همین خواجگی قشلاق اول بروار. ببینید من این چند خط مردم بالا ولی اینجا خودم نمایان نه. انا بالا به چه خط ضرر و آورد. انا اول دو تا دخترچه ما ندونه لاخه کشاله کار بروردم اینجا. ولی انجامش خوش کاراست نمیشه است به دخترچه. کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان گفت که در عموم 6 خانه زیر گل مانده است و 10 خانه آسیب دیده است. آب سیل قسمتی از درگات سیلگذر را ویران کرده است و در نتیجه کشتارهای مردم و چند راهی بین روستاها در جماعت اماندره را ویران کرده است. عین زمان در محل حادثه کمیته حالتهای فوق‌العاده کار میکند. در بیانیه رسمی کمیته آمده است که مردم روستای آسیب دیده را به جای امن بردند و به آنها کمک‌های اولیه به مثل غذا و داروواری تقسیم می‌کنند. طبیب نوبتدار هم مانده‌اند تا در صورت ضرورت به مردم کمک رسانند. مقامات عین زمان مسئله یاری به مردم آسیب دیده را بررسی دارند. یاردم می‌کنیم، حاضر جابجا می‌کنیم. همین نقدش همین که یگان تا تلفات جانش می‌کنیم. یک جوان تاجیکی از سوریه با خانواده‌اش به تاجیکستان برگشته است. میگوید بعد از سرسانی و سرگردانی زیادی توانست زن و 2 فرزندش را گرفته به دوشنبه برگردد. علیشر قادرقلوف که حالا در شهر خوجند است روز 28 میلیون به رادیو آزادی گفت جنگجویان گروه افراطگرای به نام دولت اسلامی او را 2 دفعه برای سرکشی از رفتن به جنگ جزا دادند. من رو چند بار عروض کردم در زندان ها عروض کردم. برای چی؟ برای چی گفتم جنگ میری گفتم دیدستم که چه خیلی اونها سرطان شده استن زن و کودکای اونها چه خیلی سرطان شده استن. من که با اونجا با نیت جنگ کردن یا یکم چی نرفتم. من پروسه فریب کردم. علیشر قادرقلوف میگوید او را از راه فریب یک شهروند چچن تباری روسیه به سوریه فرستاد و او توانست ماه فوریه با راهنمایی مقامات انتظامی تاجیکستان به ترکیه بگریزد و سپس از آنجا به تاجیکستان بیاید. گفتگوی مکمل او در وبسایت azadi.org نشر می شود. با گذشت یک ماه از گسترش ویروسی به نام گیریه که در تاجیکستان همکاری شرکت‌های زیادی را خلل‌دار کرد، حالا ویروسی دیگری پیدا شده است و دردسر می‌آورد. معلوم نیست که حالا این ویروس به تاجیکستان رسیده است یا نه، اما شرکت‌های مخابراتی در تاجیکستان گفتند که برای امین ماندن از خطر حمله ویروسی چاره می‌اندیشند. کیو مرسیتا در این باره گزارش می‌دهد. ویروس نو در سراسر جهان کامپیوترهای زیاد را آلوده کرده است و در این میان از همه بیشتر شرکت‌های اوکراینی آسیب دیدند. حمله ویروسی روز 27 ایون شروع شد.
اول شبکه‌های دولتی حکومت، بانک و حتی نیروگاه چرنوبیل آلوده گردیدند. بعداً ویروس در کامپیوترهای کشورهای دیگر جهان از جمله شرکت‌های بین المللی پهن شد. در صورت آلوده شدن، کامپیوتر شما یخ می‌کند و اختیار آن به دست رخنگران اینترنتی می‌افتد. چونین به نظر می رسد که ویروس به ویروسی واناکرای مانند است، ولی برای پهن شدن ویروس شرط نیست که شما نامه یا صفحه را کلیک کنید و کامپیوترتان آلوده شود. اینجا سیستم اتوماتیکی است که ویروس را پهن می کند. آنهایی که ویروس را پهن میکنند اختیار شبکه و یا کامپیوتر کاربر و شرکت را به دست میگیرند و میخواهند که به آنها پول مجازی بیت کوین بپردازند. روز 28 ایون ویروس کار چندین شرکت در قاره آسیا و اروپا را سست کرد. حمله نوی ویروسی یک ماه بعد از حمله ویروسی واناکرای صورت میگیرد که در تاجیکستان هم کامپیوتر زیادی را آلوده کرد. شرکت‌های مخابراتی در تاجیکستان میگویند که برای حفظ شبکه‌های خود از ویروس چاره‌های ضروری را می‌اندیشند. ایران امریکا را متهم کرد که می‌خواهد با بهانه دروغین جنگ در سوریه را شدت بخشد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در صفحه‌اش در توییتر روز 28 میلیون نوشت که تهدید امریکا به سوریه به نفع گروهی به نام دولت اسلامی می‌شود. از این پیش حکومت امریکا گفت سوریه به حمله نوی کیمیایی آماده می‌شود و در صورتی چنین حمله بهای گران می‌پردازد. در باره این رد و بدل‌های امریکا و ایران صحبت داریم با گلناز اسفندیاری، همکارم از مرکز خبری رادیوی آزادی. گلناز، به برنامه ما خوش آمدید. اول در باره رد و بدل‌ها بین امریکا و ایران میگفته که در رابطه با مناقشه در سوریه بیشتر می‌شود. همونطور که میدونید ایران و روسیه حامیان اصلی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه هستند و از هر گونه اقدام علیه اسد به هر حال نگران هستند. فکر میکنم این توییت آقای ظریف هم یک واکنشی هست به همین مسئله، یعنی در ادامه حمایت‌های ایران از سوریه هست. البته آقای ظریف مدعی هست که آمریکا بر اساس بهانه دروغین میخواد اقدامی علیه سوریه انجام بده، ولی آمریکا میگه که اطلاعاتی به دست آورده که سوریه در حال تدارک یک حمله شیمیایی یا کیمیایی به قول شما در سوریه هست که حمله شبیه اون حمله در آوریل که حدود 100 نفر در اون غیر نظامی کودک کشته شدند. و این احتمال وجود دارد که بازم در رابطه با مسائل سوریه روابط بین امریکا و ایران بدتر شود، هرچند روابط خوبی نیست بعد از آمدن دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. دقیقاً ما همینجور شاهد بودیم که از زمان انتخاب آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا تنش‌ها بین دو کشور در حال افزایش بوده. فعلا بیشتر اینها در حد حملات لفظی هست بین دو طرف، ولی مسئله اصلی اینجا که اینه که اون مثلا توافق هسته‌ای رو هر دو طرف بهش متعهد هستن، ولی ممکنه در زمینه سوریه این تنش‌ها افزایش پیدا کنه. خانم نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل هشدار دادش که این هشداری که آمریکا به سوریه داده در حقیقت به روسیه و ایران هم هست به عنوان حامیان اصلی بشار اسد و آمریکا امیدواره که ایران حمایت نکنه از اسد. به هر حال بله، فکر می‌کنم که ممکنه این تنش‌ها افزایش پیدا کنه در روزها و هفته‌های آینده. و در رابطه با مسئله دیگر و به خصوص منع 90 روزه ورودی از جمله شهروندان ایران به امریکا، واکنش تهران در رابطه با این قرار چگونه بود؟ تهران همیشه این فرمان آقای ترامپ رو محکوم کرده، انتقاد کرده به شدت از اون از زمان اولی که مطرح شد و آقای ترامپ این فرمان رو امضا کرد که البته با چالش‌های مختلفی مواجه شده در آمریکا، در دادگاه‌های آمریکا. آقای ظریف باز در توییتر گفتش که در واکنش به این فرمان آقای ترامپ دیروز نوشت که به جای سیاست‌هایی که افراطی‌ها را تقویت می‌کند، ایالات متحده باید به جنگ واقعی علیه آنها بپیوندد. ایران، وزارت خارجه ایران هم سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ایران محکوم کرد و گفتش که این یک فرمان تحقیرآمیز هست، نشان دهنده تحقیرآمیز هست نسبت به شهروندان کشورهای مسلمان از جمله ایران و تبعیض آمیز هست. سخنگوی وزارت خارجه ایران گفتش که آمریکا چشش رو بسته روی مسببان اصلی حملات تروریستی در آمریکا، چون همونطوری که میدونید حدود 15 تن از کسانی که روز 11 سپتامبر حمله
کردن در اون حملات شرکت داشتن از عربستان سعودی بودن و عربستان سعودی جزو این کشورهایی نیست که با منع سفر به آمریکا مواجه هستند و گفتش که آمریکا یا رئیس جمهور آمریکا از اول رفتارهای تحقیرآمیز داشته نسبت به شهروندان کشورهای مسلمان از جمله ایران و گفتش که ایرانی‌ها و شهروندان کشورهای دیگه دنبال خشونت نیستن و همیشه قوانین رو رعایت کردن در آمریکا و جاهای دیگه. تشکر. همکارم گلناز اسفندیاری از مرکز خبری رادیو آزادی با ما صحبت می‌کرد. تشکر از شما. والدان رخشانه 15 ساله که مردان دهه در افغانستان او را سنگسار کرده کشتند میگویند که میخواهند قاتلان فرزندشان به جوابگری کشیده شود. رخشانه را 1.5 سال پیش به زیناکاری متهم کردند و سنگسار کردند، ولی مردی که با او بود فقط چند شلاق خورد و تمام. گزارشی را در این باره همراه میبینیم. شهر نسبتاً آرام فیروزکو قصه های دردناک از ناله و فریاد زنان را در خود دارد. طرز رفتار و لباس پوشیدن در اینجا مانند دیگر منطقه های افغانستان نیست. زنان غوری مجبورند مطابق میل و سلیقه مردان رفتار کنند. در اکثر موارد برای اشتباه مغایر عادت ساکنان محلی زنان جزای سنگین میگیرند. اگر زنی شوهردار با مردی بیگانه فرار کند، زن کشته می شود و مرد شلاق می خورد. این تصویر به تاریخ 1.5 سال پیش برمیگردد. سنگ‌های بزرگ به سر و روی رخشانه 16 ساله کوبیده می شوند. رخشانه به دلیل آنکه راضی نبود با شوهرش زندگی کند با جوان فرار کرد. در این قضیه رخشانه با سنگسار کشته شد و جوان فقط شلاق خورد. نیا بوده که دختر خود یک بچه میکنه، دختر بچه شویدار باشه، زندار باشه، هر تا قتل کش نیایی. از شریعت بگی، از که وقتی که او خود نکال خود دختر سنگسار کردن، بچه زندار زنشون ازی کلانتره برندش کردن. کیوالش هم این امیزی بوده. سی کیوالش بزن نزن جور تیار بردن خانش. از این حادثه دردناک هیچ کس به زندان نرفته است. خانواده رخشانه با تحمل مشکلات و تهدیدها از غلمین کوچ بسته فعلا در شهر فیروزکو زندگی میکند. قاتل مولوی هاشم که بس دار دسته خو میگرده، امی کی هست با دار دسته خو میگرده، کی یوسف کی هست با دار دسته خو مرغ و نم آزاد میگردند. یک کسی نه که مثلا اونو مزاحم شه یا چیکارش. وقتی که خواهرم سنگسار شد آمدیم در اینجا، گفتم صنف 14 برفتیم، صنف 4 برفتیم مکتب شفایی، کسی ما را نگرفت، بدون سپارش کسی گرفتن گفتن نمیگیریم. با آمدن هیئت حقوق بشر و امور زنان ولوسی جرگه به منزل خانواده رخشانه، قضیه پهلوهای تازه پیدا می کند. متاسفانه تا یک نفر هم به خاطر به جرم سنگسار رخشانه دستگیر نشده. خانوادهشون که اطفال دخترای هستن که اینا باید آیندهشون بهتر شود، حتی از نعمت مکتب هم اینا محروم هستن، شامل مکتب نیستن. دولت هم روزهای اول یک کمک‌های نمایشی برای اینا کرده، بعد از او یک برنامه که اینا خودکفا شوند و دیگه از تهدیداتی که متوجه خانوادهشون از دور بانن کدام برنامه روی دست نگرفته. اگر رخشانه اونجا سنگسار شده سعدیار آمده، چرا پس دوباره برگشته؟ گفته می شود که در گذشته مولوی سعدیار عضو فعال گروه طالبان بود و بعضی ادعا وجود دارد که دستور سنگسار کردن رخشانه را محض مولوی سعدیار صادر کرده بود که اخیراً از بازداشت امنیتی ملی در این ولایت رها شده است. کسانی مثل سعدیار که اینجا گفته شده از طرف نهادهای مختلف که آدم در فتوای سنگسار رخشانه امضا کرده، اما به دلیلی که خودش اونجا میتونه امنیت را بیاره، برخورد قانونی هم روی صورت نگرفته. بر اساس ارزیابیایی که ریاست امنیت ملی ما انجام داد، تحقیقات و بررسی، یادم داود دست نداشتن و کسی هم علیش اعتراضی یا نداشتن. در این اواخر ولایت غور وابسته به قضیه های خشونت زنان هرچی بیشتر در سرخط رسانه ها قرار می گیرد. حتی عملهای دهشتباری مثل کشتار، سنگسار کردن و حتی به آتش کشیدن دختران و زنان در غور یک عملی معمولی دانسته می شود. و برنامه ما اینجا به پایان رسید. سپاسگزاریم که با ما بودید.